سلام دوستای کوچ سرخ، خوش و خوشبخت باشین. باز هم از یوتیوب طلوع ما رو میبینین. امروز میهمان ما یکی از اسطوره های دنبوره است که در یک وقت عاشق چند نفر شده، عاشق رامین و نجلا و شکیلا، به افتخار مفتون صاحب اسطوره دنبوره در افغانستان. بسیار جانم، خوش آمدین. خوش آمدین. سلامت. ما هم به نوبه خود یک سلام گرم و نرم این زمین کوچ سرخ به خدمت تمام علاقمندایم تقدیم است. سیار جان خودت جور است. سلامت زنده باشین. بخیر هستین؟ جانم، من دوست دارم. ما هم دوست دارم. دل به دل راه داره. خدا دوست می‌دارم. این خودی که آهنگای تام بخونیم اگرچه بر شما نمیرسیم تا ما تو سری بسیار خواننده شما بالا ستایید که خونده خدا راست ای قانرمند شد بابا خدا دیگه ایجا اگه برام اومده نقشه چیزا میگیره که میشه این پلان بعدی رو مفتون صاحب جور کرد. بیا پناه با خدا توکل به خدا. مفتون صاحب در اول پیش از اینکه سوال کنیم، سوالی که پخته برنامه زیاد شده، بیاین که اگه آهنگ بخونیم ما هم کتان بخونیم، اگه آهنگ بخونیم که ما همراهتان بخونم. هم بخونیم. یکی از آرزوهای این بود که همراه مفتون صاحب من اگه آهنگ بخونم. چیز من قد بالا قد بالا و سروی روان لیلا کشتی ما را تو ای شوخ خوش چشمان الله قد بالا ای قد بالا وی قد بالا و سروی روان لیلا کشتی ما را تو ای شوخ خوش چشمان الله قد بالا قد بالا بالای تو رنگین است سیاه چشمان و زلفانی تو قمچین است نکردی وی نکردی یک دو پیمان لیلا کشتی ما را تو ای شوخی خوش چشمان الله قد بالا وی قد بالا و سروی رویان لیلا کشتی ما را تو ای شوخی خوش چشمان الله کلندریم خلگی را چه سوالگریم ای تا دست رو وی تا دست رو وست رو شم چشمان رازی ای نن میری بیا و بیا جلا گردان رازی بدر گرده جوابونه دی جانم رازی باه چی یک روزیست که ما اوتش ششتیم خدا این فضا دیگه پیدا نمیشه. نه این فضا دیگه